نه فقط این قسمتی را دارم. اون روزا صحبت 60 سال پیش از این خریدیم 100 تومن، 100 تا 1 تومنی اینا، و اینا هر کدومش مال یه نفر است. اون زمان عبا میبافتن. قبلا زردشتی ها بودن، کرباس میبافتن. کرباس هم جنسش چی است؟ پارچه پنبه‌ای برای خودشونو یا خودش هم صادر میکردن. اینا هم که می‌بینید همش زردشتی ها کندن، با توبره خاکش ها بیرون بردن. چقدر زحمت کش بودن ها. این که میگه گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. این ستاره فقط آویزه گوشت کن، خیالت راحت باشه. نه فشار قبر است و نه آدم تو آتشش میندازن. اینا چی هست همونجور؟ آدم ها میترسونه. گفت من با آماده اید؟ گفت من با دین ندارم هیچ کار، پیش من دین ها ندارند اعتبار. چون که آوردیم هر دین جدید، اختلاف بیشتر آمد پدید. کینه ها و دشمنی بسیار شد، جنگ های مذهبی تکرار شد. خون مردم ریخت بر روی زمین، بارها و بارها با نام دین. من به این علت ندارم دین و کیش، تا نریزم خون هم نوعان خیش. تو همه فرزند تنها با خرد، با تمام مردم روی زمین. دوستی کن بهترین دین است این، نه مسلمانم نه ترسا نه جهود. سر به حکم عقل می آرم فرود. عقل می گوید که عیش بیکران، هست در همزیستی با دیگران. دین ولی گوید که خون کافران، گر بریزی اجر داری بیکران. دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گنه چنین مجازات شدیم. کشتیم خرد، دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم. شعر از مولانا بود. خیلی ممنونم تشریف آورد. به خدا قسم من الان خواب میبینم این کار، چون دلم گرفته بود. گفتم خدا یک بفرست دو کلمه صحبت کنیم اینجا. قربونتون برم. هیچ بدتر از تنهایی نیست، هیچ بدتر از تنهایی نیست. اما از لحظه های زندگیتون کیفش ها ببرید. اگر بیتون کمکم قوتون رسید، کمک بیچارم کردید، ضرر ندارد، خوب است. و به اندازه بوسیتون. یه نفر وقتی تخم مرغ میدهد، یکم شطور، ثوابش مثل هم است. چون همه تواناییش این تخم مرغ بود، همین شطوره، ثوابش مثل هم است. یعنی اینکه تخم مرغ که شطورم داشته بود میداد. درست است یا نه؟ من حبیب محمدی معروف به تکو.